سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز دوشنبه 18 اوگوست با شما. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند در ناحیه فرخار 5 نفر را با گمان پیروی به جریان افراطگرای سلفیه دستگیر کردند. با گفته مقامات این جوانان هنگام ترغیب عقاید سلفیت در بازار مرکزی ناحیه فرخار دستگیر شدند. امام علی امیروف، یک نماینده کمیته امور دین در ناحیه فرخار، روز 18 اوگوست به رادیو آزادی گفت همه 5 نفر از دیرباز زیر نظر مقامات قرار داشتند. در تاجیکستان رویه سلفیه غیر قانونی اعلان شده است، چون به گفته مقامات این رویه برای امنیت ملی کشور خطر دارد. و درباره بازداشت این 5 نفر با مومن احمدی همکارم در دوشنبه صحبت داشتم و موضوع مصاحبه روز نیز همین است. مومن، می توانی در باره جزئیات بازداشت این 5 نفر در فرخار بگویی؟ بله طاهر، به قول مقامات انتظامی این افراد هنگام ترغیب عقیده های سلفیه در فرخار دستگیر شدند که مخالفان آن در تاجیکستان زیاد است. مردم تاجیکستان که به همه معلوم است که اکثرش پیرو مذهب حنفیه هستند، از شیوه نمازگزاری و عقیده های سلفیه آنقدر خوششان نمی آید. در صحبت امام علی امیروف، مسئول کمیته کار با دینی ناحیه فرخار، روز 18 اوگوست بر رادیو آزادی گفت که این 5 نفر بعد از آن دستگیر شدند که دیگر شبهه به شامل بودن آنها به رویه سلفیه باقی نمانده بود. و عکس العمل خویشاوندان این بچهای بازداشت شده چگونه است؟ البته بسیاری از آنها میگویند که فرزندانشان کاملا گناهی ندارد. خب ما با عبدالغفار عبدالرحمنوف، پدر بهرام عبدالغفارov که با گمان عضویت در رویه سلفیه بازداشت شده است صحبت داشتیم. خب پدر این جوان گفت که اصلا پسرش هیچ ربطی به رویه سلفیه ندارد. ارزان نگه گنده شده شطر بودنه بخره هم تریش دیگه. ما همین طرفداری هست. اگر همین گناه داشته باشد منو میخوام من یگان خفگی نمیشم برای جزا. نه که وقتی که آدم به اساس میبرن نمیشه یک خوشم میبندن و خیلی کاری شکلیه خیلی 5 تا فرزندی میده داره. 5 تا فرزندی نابالغ. و حالا وکیل دفاع گرفتند و مطمئن است که فرزندش رها می شود. تشکر. همکارم مومن احمدی بود درباره بازداشت 5 نفر با اتهام پیروی به جریان سلفیه صحبت می کرد. در تاجیکستان قیمت بنزین در مدت یک ماه اخیر تقریبا 1 سومانی بالا رفته است. تا یک ماه پیش مثلا قیمت بنزین نوع 95 در دوشنبه 5 سومانی و 20 درم را تشکیل میداد، ولی حالا 1 لیتر این نوع بنزین به 6 سومانی و 30 درم رسیده است. سبب‌های بالا رفتن نرخ بنزین را متخصصان در واردات کمی بنزین از روسیه می‌دانند و هم می‌گویند از بس که بازار مواد سوخته تاجیکستان در دست شرکت گازپروم نفت روسیه است، این شرکت می‌تواند بر طبق خواست خود قیمت‌ها را بالا برد. گران شدن بنزین از حال رانندگان به خصوص رانندگان تاکسی را به تشویش انداخته است. نه 5.20 بود 5.30 بود، این آوازی قریب 6.20 6.30 دیگه قیمت کردن. همین یک کم ترک ارزان میکردن با خوب میشد برای گشتن. برای خوب صفاتش چیکار شده بود؟ صفاتش اگر هم 95 خیرزی سستره 90ش او جاگون است. و بالاروی قیمت‌ها در حال است که کشاورزان تاجیک به جمع‌آوری حاصل شروع کردند و به مواد سوخت نظر به گذشته احتیاجی بیشتر دارند. و آخر هفته گذشته در شهر قرغان‌تپه مرکز ولایت ختلان، بزرگترین ولایت کشاورزی تاجیکستان، عید عسل و سیر خربوزه برگزار شد. در این نمایشگاه‌ها نرخ عسل و خربوزه نظر به بازارها ارزان بود و هر یک نفری که به نمایشگاه می آمد خربوزه یا عسل می خرید. در آزمون بهترین خربوزه و عسل در این نمایشگاه در قرغان‌تپه جای اول را به خربوزه‌های شیرین یاوان دادند و عسل زنبور پروران ناحیه دنقره بهترین عسل دانسته شد. در شهر دوشنبه یکی از مرکزهای معروف تفریحی و دیسک کلوب دیار در مرکز پایتخت را ویران کردند. با گفته مقامات رسمی بر اساس نقشه عمومی بازسازی دوشنبه از جای بینای دیار در آینده راه می‌گذرد و از این رو باید بینای مرکزی دیار ویران می‌شد. قسمت از جای دیار را به اختیار مکتب نو می‌دهند که ماه مارس همین سال مورد بهره برداری قرار گرفت. چپا کردن درست گپ گم کاری بزرگ کردن. ما 24 ساعت وقت ما در اینجا میگذروندم. جای زور بود، رقص بازی میکردن.
دریم دیور در کلان شدگیم اکا. و ویدیوی کامل و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.